سلام كمسك الختام. дуои шаби қадр. به نام آن پروردگاری که ماه رمضان را از بهترین ماه و شب قدر را از بهترین شب قرار داد. دوستان، در این نوار خواستیم دعای شب قدر را به شما پیشکش نماییم. دوستان عزیزم، در شبهای دهه آخر رمضان از الله تعالی عفو و مغفرت را بسیارتر بپرسیم. از مادرمان عایشه خداوند از او راضی باد روایت است که از رسول الله صلی الله علیه و سلم پرسیدند: ای رسول الله، اگر شب قدر را دریافتم در آن شب چی بگویم؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند: بگو اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یعنی ای پروردگارا، حقیقتا تو عفو کننده ای و عفو کردن را دوست می داری، پس مرا عفو بکن. روایت ترمذی. دوستان عزیز، ببینید در این حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به مادرمان عایشه آموزانیدند که در شب قدر عفو کردن را از پروردگار بسیار نمایند، چون همه ما انسان‌ها گناهکار هستیم و طلب مغفرت و عفو کردن را باید ما از پروردگار بسیارتر نماییم، خصوصا در این شب که شب مغفرت است، که شب قبول کردن دعاهاست، که شب است که ملائکه ها خانه های هر یک دعا کننده را فرا می گیرند. شب است که خداوند راز بندگانش را می شنود. پس در این شب از خداوند بسیار طلب کنیم که او گناهان ما را ببخشد. پس این شب شب توبه است، شب توبه از گناه است، شب بازگشت به سوی پروردگار است. پس دوستان، برادران، خواهران ایمانیم، این شب را از دست مدهیم. از گناهان خود توبه کرده به سوی پروردگار خود باز بگردیم. پس دعای این شب را از خود کرده به یار و دوستانتان آموزید، به فرزندان و خویش و تباران آموزید تا در رسانیدن این حدیث به دیگران سهم گذار باشیم. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیش گرفتند.